What's good, Love Life Crew? Musa back with a reaction video. Today we are checking out Yas. It's been a minute since I've checked out some Persian music, so we're gonna start off with Yas. Be expecting a lot more Persian music on the channel. Please drop your suggestions below, and I'll try my best to check it out. But we got Bak. I think that's how you pronounce it. Maybe I'm not pronouncing it. Bak. I'm bad with names in it, but we're gonna check it out, see what it's saying. It is a very long video, very long video, and there's English translation, which is awesome, but it's like 17 minutes. Let's get it. Play me. It's like a visualizer, right? So we're out here, got birds, sun coming through and that. Even the music's quite intense already. It's giving mystery. Ooh. I like the way it's picking up nice and slowly as well. Wait, why my subtitles not up? Sorry, my bad. Let me go back. Yas's voice is so good, right? He's got a sick voice. عقلم نخواسته برمیداره پار سنگین جهنم فقط خشم میده آرامشم تمام شب تماشا برمیداره پار سنگین جهنم فقط In this hell only anger brings me peace. خشم میده آرامشم تمام شب تماشای نمای شرق مثل اون بی منزلی که زل زد به بار کج واسطش اون بالا را نداده واسطش پای سر رو میبرید نپیچلای سقف عاقبت بدن گرمشو با تبرکوبیت رو خاک سر مغرور از خلق برهوتی که روزی باغ سر. This is all Yas? Wait, this sounds like a different brother. Switch up crazy. نپیچلای سقف عاقبت بدن گرمشو با تبرکوبیت رو خاک سر Through a hot warm body on the floor. You threw a warm body on the cold ground with an axe. مغرور از خلق برهوتی که روزی باغ سبز منم و قدمای آهستم رویاهام کابوس شدن اما با خطای واضح‌تر به کام مرگ فرو میرم چون حتی نمونده نای ترک بردار و آتیش این روزا دیگه بر نمیگرده به عادیش اهمیتی نمیدم حتی دیگه به باقیش چشا خیس حسرت اونی که چرا نیست آب پیدی صافتابیدی به قاضی تو نور بسوزیم یا با تاریکی بسازیم البته معلوم نیم بدیشه یا خوبیش این چراغو که روشن کنی همه گندارون میشه از اون که رشوه داد تا اون که باج گرفت پاهاش گره خورد به عمق فاجعه رو با صفت قصه می apples dropping from the tree تا اون که باج گرفت پاهاش گره خورد به عمق فاجعه رو با صفت قصه میشه خاطره تو این محاکمه فقط محاکمه جریان ستم ناتمام به تنجا تناب در کنار محاکمه فقط محاکمه جریان ستم تمام به تنجا تناب درک ناتوان از این حجم ناجوان مردی حال فنا قله زیر چالکنا از سیر چار کلام حرف از دین ماجرا بی صورت گیسو کند حدود 20 قبل پیچ و خم شیر و خط میونه دیو و دد میرسه یه صدای بیگانه تو نقاب همه جا تاریکه گوله گیجگاه تو شکاف که فردا پوکاش تو نور زیبای موزه هاست وحشت دیروز لعنتی بیداره تو صدا باز مونده بیاب و تاب و توان داره تلو میخوره دور فانوسات تو خفا قانونامون بیاد حین کابوسامون عیان تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان تو دست مادر و سبد لاله های جوان He's eating up this beat, bro. My God, 17-minute man got a lot to say. Man's got a lot on his chest. تابوتا رو هوان تا ابد میمونه جامو رو زبان تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان دست یافتن رو اسب تاختن
کاخا رو سوزوندن As soon as they got power. تا رو زمینه تابوتا رو هوان دست یافتن رو اسب تاختن کاخا رو سوزوندن تو دخمه قصر ساختن اما این دفعه پیچی میگرده built mansions in the ruins. لجه هم گلا رو قیچی میکردن رسید به استخون کارد نقطه شد قارمون تا کاسه به خبر از حنجره به حجره نون داد هر سو به منفعت خودش مشت اون تا تو اون داد یادمون بره کی واسه مشت اون داد اون که گفت التماس دعا میبینی اون طرف پیوست به انتقام جوا پی روزی ولو به قیمت یار سوزی آدم لنگ مجبور اسیر چاپلوسی که فقط وعده میشنید قد درازای زبون اشاعه فقر نقاب حسابای کلون اماله faking poverty and hiding the big moment. وعده میشنید قد درازای زبون اشاعه فقر نقاب حسابای کلون اماله ترس فشار نگاه های عمود Pressuring people with fear. Ooh. Interesting. You getting deep. شناخت ملت نیاز به شناسایی نبود همون تفنگو هم نشناسی میشه چماق این درد سر رو بالاخره میشه تومار این میکروفونا وصلن به میک سماق صف شطرنج زندگی شد میز قمار Microphones are connected to nothing. Damn. تومار این میکروفونا وصلن به میک سماق صف شطرنج زندگی شد میز قمار سینه اتاقم یه پناهندم از زمان کندم آرزو I'm a refugee in my own room. That's crazy. رنج زندگی شد میز قمار سینه اتاقم یه پناهندم از زمان کندم آرزوامو تو گذشته ها رها کردم بدون حتی نیم نگاه به پشت سر هر کی تونست بین این به گاهی حجر زد به ما که میرسه میگه اگه ساکتی خائنی با اتحاد مناسبتی به جای دائمی قایمی که با بین بشر No, he's flowing. Oh my god. If it's nice, we play it twice. You know the rules. Wow. خائنی با اتحاد مناسبتی به جای دائمی قایمی که با بنی بشری نشینی پای میز که بایی نداره ملت رو بذاره لای ریسک شام خیس نمیدونی از دل صد پارم مینم آهنگ نیست به سکوتم لحن دادم کسی نمیده دیگه گل نامه ها رو جواب با تو ما تو سراب میخوره با تو ما تو سراب با صدای چکمه های باغبونای صیاد تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان The coffin, what is it? صیاد تابوتا رو زمینه As long as the boots are on the ground, the coffins are above the hands and head. تابوتا رو هوان تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان Deep. Man got a lot to say, bro. تا بعد میمونه جاموها رو زبان تابوتا رو زمینه تابوتا رو هوان Facts. As long as we're fighting, people are gonna be like this, holding up the coffins and that. Deep, real deep. Oh, it's nighttime now. We carrying on. Nighttime. That's a full-on story. مردم آبادی سر و داغ از افیون آگاهی ولی دریغ از یه نقطه مشترک بینمون سر مفهوم آزادی حتی اتحاد امروز سر گره I like the way that just switched up and just went deeper. یه نقطه مشترک بینمون سر مفهوم آزادی حتی اتحاد امروز سر گره خوردن نخ بادک آزادگاه چپاول این سالها خزان بانگ از آن سر میره پایگاه چپا وردشون آیات صلوات ملکشون آباد جاده و پل بینشون آزاد واسه ما مهرشون آبان شاهد باش رو دیوارا رد گلوله جیب خالی ما خرج قشون قنچه قشون قنات خالی واسه یه دستای صد قنوته تو چند جانونه یه ننگ دانونه دلم پر میکشه تنگ غروره هر جور بگم افته که تاریخ ما به ستم قفله میپیچن واسه ملت نسخه کامو باز کنی که زهر رو بدن خورده تو همه ای کرد و خیرت جرم من به معنی سکوتم دلم قرصه این خون تازه جوهر پیش گفتار قصه است و فریب عداشو نخوری که داره هر دفعه همدن پایین میبره ضریب خطاشو دلیل بقاشو مساوی باخته همه به جا اینکه به سر سبز این ملت صبور تاج بزنه از پاشون خار بکنه ساج به تنت میکنه پاشنه درت انگار غرق لذت از ذوق آتیش خاکستره Enjoying the fire and ash in a sick way. پاشنه درت انگار غرق لذت از ذوق Seems like they enjoy this fire and the ash
in a sick way. آتیش و خاکستره تو قاب یه زنه که صداش به گوش من میاد. یکی گفت بمون به جنگ قیام، یکی گفت به زور به کم بیا. اون بیرون صف جلو ارباب دلاراست، آرمان سر همون دلاراست که ما اینور درگیر هجوم صفریم، تحریم و سرود نفرین. حالا ما عدد کدوم فکریم؟ اون فکری که نمیشناسیم. جلو عوض میشه جز توش هزار برچسب، پرسش گل پوچ کدوم پرچم. یه جنبش شلگودتر از اشک زن و قررش پرشورش که خود سوز میلاد اون روزه که جا پوله میباره کل بوسه. سنگین سر از این ننگین زهر، از جو حاکم و تمدید صبر، از حق ساکت و تبلیغ زرد، مغز فاسد تدوینگر، از حرف شاهد اصلی که مفبر شد به منافع کثیف. Yas is very creative with the way he delivers his line. صفحشو به خونه ما تزیین کرد تا دلش ترکید زنجیر زد از میون جمعیت. همه چار ستون ها لرزیدن، اما حتی انگیزامون غم انگیزن. تنشو کوبید با خاک سر، برهود که روزی باغ سبز بود. دارم به کام مرگ میرم، نمونده دیگه نایتر. به مصلحت خود به دختر بی حجاب گفت مهم اینه دلت پاکه، مهم حفظ خاکه، مهم به هم Pure heart and protect the country. I hear that. خود به دختر بی حجاب گفت مهم اینه دلت پاکه، مهم حفظ خاکه، مهم به هم رسوندن نقاط اشتراک. گفتن Yes. دلت پاکه، مهم حفظ خاکه، مهم به هم رسوندن Bringing common ground together is important. نقاط اشتراک. گفتن حسار پختن وعده دیار انسان خوشبخت، باز میان حصار قدرت ما شدیم پیاده نظام دشمن. فشار دشمن رو منه با چختندش، به شما که رسید بد نگذشت. اون خون که میکنه از رگ نشت فرزندیه که دیگه بر نگشت. تکرار شد تکراری نه، منو به حال خود بسپارینم. اسم ما میرن تو مسیر ریل میندازن، اشکا برات سیل میسازن. این نسخه بی دوامن صرفه ها بی امانن. حتی در رفت بار ماسکم شاید صرفه صدا رو باز کرد. لگد مال نیمه جان زیر پاشون به تقلا به نجات میگه آشوب. Maybe the cough opens up the voice, because sometimes your voice be like you speaking and your voice, and then you need to go, and then all of a sudden your voice is clear. That's great. پاچوب خون سر زیر پاجوب سراسیم واژگون سر بی نقاب شد. نمادین عناوین نمادین لاف روشن فکری برا چینه. پرواز قراچیده، اینا روحمو عمیقا خراش میده. بازی گرگو میشه لطفی که واسه قوم و خیشه. تو خالی نمیتونی پر کنیش، کرکریش از جو کرکریشه. دیگه فردام به درک بذار لااقل حرفامو بزنم، خاکشو خوردم. I don't care about my future, at least let me say my worst. What? I endured all the hardships. کشیدم کجا باز تعصم بشینم ها؟ من که بی پایانم، این که آیا میرسم یا نواسم مهم نیست. من آزادم از جایی بخونم که وایستادم. یه راستگوی مزاحم سر به هزار چاپلوس نخاله. قطر اشکان بارون سوال، مقاومت اولین قانون ثبات. حسرت من نوشته ی رها، این خونه است. I miss writing freely. This is home, not a battlefield. جبهه جهان تنفر دارم از تماشا دادن ملت و غم این چهره به جهان. تو چشات بسته از واکن بنگر به این پیکره بی در و پیکر، به این غفلت از صحبت ملت. اون دقت تو بردن پیگرد، سر این خبرها همه ندامیده. یکی از نفرها کمه، بار سنگین کمرها خمه. این آدم نیست برا دمه، ایران شده همه جا مزه خبر. غافل از کمرها خمه، این آدم نیست برا دمه. ایران شده همه جا مزه خبر. News all over the world. غافل از بدن لحظه The world doesn't know the depth of these dangers. I mean, the news is only going to tell us so much, right? You know, news is full of lies. They'll tell you 20%, and the 20% they tell you it's the biggest lie. The actual truth, hey, you won't know unless you're actually in it. And the news that they're sharing with the rest of the world is not the same news they're sharing in Iran. So people in Iran don't even know what we're seeing, right? Because they won't do that. They'll be showing us the lie and keeping a separate news over there. The world's a mess, man. The anger is valid. Cowards are holding the axe. Cowards are holding the axes. This visualizer got crazy though. Okay,
now there's literally nothing left. It's just smoke and ash. Everything's been burnt down. Damn, you got birds falling from the sky. Oh no. Poisonous smoke, I'm guessing. Yep. اینو با دل بیقرار نوشتم واسم مهم نی دیگه حاصلش چی درات میخوام محشم تو shit, Yas is tired. That's what right now that's what I'm getting from him. He said, yeah, I'm tired of all the bullshit that's going on. I'ma speak my truth. What happens to me? Hey, it happens to me. That's what he's saying. I gotta get this out. ساحل بیکران یاسر خودم باشم و سایر دیگران چه خنده Yazir? Is that his name? فوق لب ساحل بیکران یاسر خودم باشم Yazir, okay. Yas full name, okay. For myself and to be another for others. سایر دیگران چه خنده بر روی چه خم به ابروی پا بده ظالمی یا برعکس نه به صرف مظلوم یه سری لودن سری شدن به لحن دستوری یه سری کودن مثل کودن زیر درخت مصنوعی این ترازوها میزونن با ابروت تو کتت نره فرو میکنن تو پهلوت زیر سقف گردون از ترسم جرأتو بدوش عبور کن جامو بگیر جرأتو بنوش من یه رخ جنگجو که روحش کم جونه همچون میله warrior with a weak soul. زابی که خودش خم شد عدل و داد به لحن چکش به شرط سرکوب حتی اینا میخوام به جا قلا بذارم کپ مرگو رد کینه پی فتح جانشین تو راه اتحاد واسه هم فتح پا کشیدن تلنگر برام از توهم درام که منفعل و فعال اینجا فقط تفاعلگران اگه خبر دامه داره چون کششتی حرف مفزم بهونه دست منکرش میده واسه چقدر مهمه که این خواب تو آشوبه اینا دلاشون در رد کموده تو آشونه این ناتوها کارشون فقط بذر نفرت کاشتنه واسه کیف به ملت کیفر خواستن تنها راز بقاشون مربوطه بدن بازدمت مهمتر به دست آوردن نگه داشتنه ابرو سوختم نگاه به صحرا دوختم نهال قد کشیدن و قد کردن به خاطر شکفتن اون که رویه هاشو گم کرد تو بیراه های ممتد این جاده ها بی بازگشتن تا دم دیواره های غربت باد خشک سرد ماه پشت ابر به باغ مشرفم دستو به جیب تو این روند فرسایشی که قراره فقط یک رونده در سایشی ما ابزارشی چقدر باغبون بد چه ترسناک نمیشه حرف عاشقونه زد یه محوته که عجیب ترین کار ابراز محبت به مجرد خشونت همه چی مرتبه مجسم تنها با همه قهر آغوش بهانه کافیه تا یه قطره بارون شه بذر تا خوشه عزم تا کوشش مغز باهوش نیست فقط قلب خاموشه میباره تگرگ رو سرمون جا تبر رو تن چوب کسی گل نمیکاره نبینه لگد شدنشو because they don't want to see how those flowers get. به حسرت دوختنمون از آتش سوخت لبمون یه مسافر مجبور مثل قفس تو چمدون in a suitcase. دوختنمون از آتش سوخت لبمون یه مسافر مجبور It's like a cage in a suitcase. A forced traveler is like a cage in a suitcase. That's crazy. مثل قفس تو چمدون بهارتون تو خزانه ما بهارمون تو خزانه بی احساس مون کلید زندان گم رو پلکام خون دوباره قصه تکرار شد بسیار خوب اصرار کن گفتی سطحی بود اخفال شد تو دیگه عمق ما رو به خودمون بسپار اگه الان رو سطح آب دنبال جلیق نجاته چون خونه امید شماغ گرداب مون تنور فتنه داغ ما بین اتفاق این چند تا بیت به عنوان پی نوشته باغ دیره یا زود این درکم از جو حاکمه یه بخت زده جوابش یه لب ساکته ابرو سوختم نگاه به صحرا دوختم نهال قد کشیدن و قد کردن به خاطر شکفتن اون که رویه هاشو گم کرد تو بیراه های ممتد این جاده ها بی بازگشتن تا دم دیواره های غربت ابرو می سوختن تمام شب پرنده ها یه شعله ور دارن از اون بالا میفتن اگه به سوخت دادن بود منو تو حتی دیگه نیست با کمون زمین آسمون وقتی هر
یکی به سوی میگریخت تو اونی که منتظرم ایستاده بود منتظرم ایستاده شب کور دوبارم این ور بوم بزا زمین چمدون کنارم همه دور اون منطقه ممنوع کل منظر مفهوم کل دفتر من سوخت همه ناقل خبر من سوخت اینه پاچیدمون تو بغلم باقی بمون میتابی تو عمق شب تار اون که تو مخت غم برد درون من تن داغت گوش زبون من کر و لال روح سبک در پر کار روی من و لب یار دو آتیش این قبلنا قالیچه بین چمنا خالی شقر کمرا نبازی چه سیل خبرا چه تقلایی تقلا جدولا زیر جدلا با تبرهایی که اتلان آشیون کلاغا رو دکلان همه امیدنی تو هوام دم تو میدمید پی بهانه بر رویدنی فدای لب بوسیدنیت نوای قلب تو سینمی I would die for your kissable lips. It's crazy. پی بهانه بر رویدنی فدای لب بوسیدنیت نوای قلب تو سینمی تو قامت یه اسیر سرمو به دامنت بپذیر نجابتت که اسیر لطافت یه نسیمی که میپذید جاری ریتم بیان پیال بادی شین ببین زمین زاویه دید میشه از الان تا ابد قافیه چید تو این پیچ تند گیج کن کسی چه میدونه که چی میشه حکمی بارید خون تاریخمون تو بغل من باقی بمون دیگه پولا ریختن امید واهی عذابو میکنه طولانی تر این سکان لق افتاده توی طوفان سخت میذارم استخون لای زخم محو تماشای موهای لختت تو این حصار تنگ به بار سنگ هر طوری بشه کنارتم یکیه هنو دیوار تکیه لای سنگ و دلیه اما نمیده بیگانه ملیت صدا عربده از دور نوک اسلحه دستور رای تبرع محکوم جاری علبت هزیون چراغا رو شکوندن و خاموشی زدن بدون واکنش و نظر شدیم فقط تابوت کش خبر اینا میخوان نابود بشه بشر تو دیگه برون ما گوشتو نبند منو با بوسات بخوام تو دلم محفوظ جایگات بی تو کابوس راه خواه هجوم آفت سر و بدتر گلوله داغن داده تکیه به ستون لاغر تا بستن they all got the same type of message, so it's better for me to connect it all in one video let people really deep it and take it in. آخر جواب گندید تو لپ داور روان درگیر دروغ باور من که با این چپاق چاقم خیره به افق باغم نه که عقب کشیدم ولی نقشه رو عقب کشیدن بذار آروم بغلت بشینم تا اینجا خون اومدم رسیدم میون وضعیتی که از یتیم تا ننه بابا دارم از یتیم باقی راه تو عزیمتیم قافیه ها جدی نزینتی وارث این خونه داره جلو آینه میخونه حادثه که خبری نداره خبره که حادثه میکنه چرخی که این چرخه رو میشناسه دیگه داره آهسته میرونه حالا یه ناکسه بی بوته داره واسه جایزه میدوه لب هرس همو غمش طرف است مملکت خود مرکز دلم خونه چشمم پنجره است جنگ منفعت و معرفت گفته گود خورد به کوه لب هرس همو غمش طرف است مملکت خود مرکز دلم خونه چشمم پنجره رس جنگ منفعت و معرفت گفته گود خورد به کوه جای چکش حفرمون حالا اونا با پتکشون دارم میان طرف جفتمون اون تارمون یعنی آخرین ریسمانمون اگه به سوخت دادن بود من تو حتی دیگه نیست باکمون تو منتظر ایستاده بود You were waiting for me. Nah, he killed this. Yas killed this, man. W project. This was a great project. He said a lot. The man said a lot, man. This was a WW project, man. Woof. He said a lot of heavy stuff, man. He spoke his mind, everything that was on his mind, he just let out, you know. Poetry, art. That's what that was. Woof. Heavy. Shout out Yas, man. What a talent. What a talent. Such a talented artist. And that's what he's a poet, man. He's always speaking his truth, you know. And he does it in such a creative way, and the way he delivers the lines as well in such a poetic way. Great artist. Hopefully you guys enjoyed this. If you did, you know what to do. Smash the like as always. Thank you guys for supporting. I'm gonna catch you lot
in the next one. Love life, love life, love life. Peace.